میدونستی قیمت جت شخصی رونالدو از کل بودجه باشگاه فوتبال بیشتره؟ اما صبر کن ببین جت مسی چه امکاناتی داره. کریستیانو رونالدو یه جت شخصی مدل گلف استریم جی 650 داره که حدود 65 میلیون دلار قیمتشه. این هواپیما انقدر سریعه که میتونه دور دنیا رو تو کمتر از 40 ساعت بزنه. داخلش تخت خواب کینگ سایز و اینترنت پرسرعت داره. اما لیونل مسی اون یه جت سفارشی داره که روی دومش شماره 10 هک شده و پله‌هاش اسم بچه‌هاش رو داره. با اینکه قیمتش کمتره و حدود 15 میلیون دلاره، اما طراحیش کاملا اختصاصیه و حتی آشپزخونه کامل داره. حالا به نظر جت کدومشون خفن‌تره؟ سرعت رونالدو یا طراحی خاص مسی؟ اگه عشق فوتبالی همین الان ایران دانستنی رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.